سر از ماه январи امسال پرداخت هر ماهه خانواده‌ها برای تربیت طفلشان در کودکستان حدود 10% بالا رفته است. در وزارت معارف و علم تاجیکستان آماده نشدن این مسئله را شرح دهند، ولی یک مسئول این نیاد طریق تلفن باوری در تفسیر این بلندشوی گفت این بر اساس قرار نوی حکومت جمهوری تاجیکستان است. بلند رفتن نرخ خدمترسانی کودکستان‌ها را برخی به سطح تورم و برخی دیگر به قیمت غذا ربط می‌دهند. ولی ایده بر آن نظر هستند که شاید بلندشوی معاش آموزگاران را به این شیوه جبران نمایند. در تاجیکستان معاش کارکنان دولتی حداقل 400 سامانی است و سطح میانه آن 1300 سامانی است. این هم در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام اخیرش گفت مبلغ ماهانه کارکنان دولتی 20% بلند کرده شود. گفتنی که شرایط فرزندان لیبرال‌های نقض کنند دیتسدای چیکم باشه اسلوبش نقض کنند نشد گرمیش پیتانی هاش نقض شود موروزی همین دیگر شکایت ما نیست. خیلی نوع وای ها کن دخترها کودکش میتیم گفت این خیلی قیمت کنند اولی که 400 500 کدی چه کنند زندگیش خانهش آب چراغش دوایش نلاکش من آخه دیتسد میتید خور بمیرد یک جا خور مناد گوید پتنتش جاش چکران دکو نمیرسد هیچ وی تجاوی تغییر نمیبیاد. کارشناسان ساحه و مسئولان معارف میگویند پرداخت‌های عائله‌ها برای با 3 محل با خوراک تامین کردن و تعلیم دادن کودکان ناچیز است و سطح خدمترسانی کودکستان‌ها را بسیاری‌ها به همین خاطر پست ارزیابی می‌کنند. این هم در حالی است که بغیر این از بودجه حکومت‌های شهر و نواحی مبلغ اضافی جدا می‌گردد، ولی برخی والدان میگویند در بعضی کودکستان‌ها غیر رسمی مبلغ علاوه‌ای طلب می‌کنند. در همین حال ساکنان میگویند نرخ کودکستان‌های خصوصی به مراتب بلندتر است و با افزایش نرخ کودکستان‌های دولتی از احتمال دور نیست که باز آن بالا برده شود. در تاجیکستان حدود 700 مؤسسه‌های تا مکتبی دولتی فعالیت می‌برد و در آن بیشتر از 100,000 کودکان فرا گرفته شده‌اند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.